من رو که میبینی مثل همیشه ساعت خوابم دچار یک به هم خوردگی شدیده، به خاطر اینکه من معمولا آخر هفته ها کار میکنم و شنبه ها رو شب کار میکنم، یعنی مثلا تا ساعت 10-11 وقتی میشه که تا برسم خونه سر کارم و یک شنبه ها معمولا صبحم و این به هم خوردگیه اینطوریه که واقعا دیگه داره وحشتناک میشه. مثلا الان ساعت 6 صبح و چون تو فرانسه ساعت تقریبا 10 صبح میشه، 9:30 10 صبح میشه و الان کاملا شبه. خلاصه که بیدار شدم ساعت 7:50 خونه تمیز شد، ظرفا شسته شد، جارو زده شد و کتابمو گرفتم تو ترن، چون به حال امروز یک شنبه است. دفتر جدیدی که دوستم بهم هدیه داده بود میخوام شکرگزاری شروع کنم. بریم، دیره. En descendant du train,